در روز اصلی رایپرسی برای تغییر به قانون اساسی در روسیه 1 ایول بختیار جورایف صاحب شهروندی این کشور شد. اکنون این مهاجر تاجیک در برابر شناسنامه تاجیکی شناسنامه روسیه را دارد. برابری به دست گرفتن شناسنامه سرخ، آن هم در شب و روز رایپرسی، بختیار حق رایدهی در این کشور را هم پیدا کرد. مهاجر تاجیک و شهروندی نوی روسیه میگوید اکنون باید در حیات سیاسی فعال باشد، زیرا وی آینده خود و فرزندانش را به این کشور پیوند می‌داند. من از همه دعوت میکنم که در چنین معرکه ها شرکت کنند و رأی خود را بدهند. هر شهروند حق دارد نظر خود را در چنین حالت بیان کند، زیرا آینده کشور از این وابسته است. من خبرها را پیگیری میکنم تا بفهمم که چی گپ ها است و برای موفقیت در آینده چی کار باید کرد. در روزی که بختیار حق رایدهی را در روسیه پیدا کرد، به نزدیکترین قطعه رایدهی رفت تا بفهمد که او باید در کدام نقطه آواز دهد. با او گفتند که باید به کمیسیون انتخاباتی در جای زیست خود مراجعت کند. شهروند فدراسیون روسیه که امکان دارد در انتخابات و یا رایپرسی شرکت فعال داشته باشد، حق دارد در دوام 24 ساعت قبل از انتخابات به کمیسیون اوچاسکوی مراجعت نموده خواستار وارد کردن نامش بر رویخط رای دهنده ها شود. با اندیشه ژورنالیست رستم جلیلوف، زاده های آسیای مرکزی در اول وقت شهروندی روسیه را به دست می آورند، با احساس خوشباوری در چنین معرکه های سیاسی فعالانه شرکت می کنند و رای می دهند. در مقایسه با وطن خود، اکثر آنها وضع اقتصادی و سیاسی روسیه را مثبت ارزیابی می کنند، ولی با گذشت وقت موقع آنها می تواند به طور کلی تغییر یابد. با باور ژورنالیست جلیلوف، شرکت در چنین معرکه ها همچنین عاملی سینوسالی هم دارد. روحیه بی‌تفاوت بودن برای پرسی از آن منشأ می‌گیرد که مردم فکر می‌کنند رأی آنها نقش ندارد و چیزی را تغییر نمی‌دهد. نوابسته برای و نتیجه های رای پرسی به باور آنها نقشه هایی که حکومت دارد عملی می شود. یعنی این تنها بی‌تفاوتی به سیاست نیست، این هم می توان گفت یک نوع موقع سیاسی است. مهاجران سابق و اکنون شهروندان کامل حقوق روسیه افضلیت‌های سیاسی خود را دارند و آنها هم مثل دیگر شهروندان در این کشور به گروه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شوند. برخی از نظام فعلی جانب دارند، گروهی دیگر مخالف و برخی هم اصلاً عاید به مسائل سیاسی بی‌تفاوتند.